بهت تبریک میگم که رسیدی به آخرین ویدیو و پله پله گام هایی رو که با هم تعریف کردیم رو انجام دادی و الان رسیدی به یه سری هدف. 2 یا 3 مورد باید باشه. نکن اولش آرزوهات زیاد بود که رو برگ لیست کردی، ولی گام به گام که حرکت کردیم هدفهای اصلیت رو مشخص کردی، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت، و آخر کار با معیار اسمارت مشخص شد کدومها ارزش نگه داشتن داره این هدفها و کدومها نداره. حالا میخوام بهت یه راهکار بگم که شدنی باشه و گفتم این برنامه دقیقاً عملی میشه. 1. حالا که هدفات مشخص شد با حساب یا اولویت بندی کن. چجوری اولویت بندی میکنی؟ شکل انواع اهدافتو بیار از کوتاه مدت تا بلند مدت. یعنی تو الان 2 یا 3 تا هدف اسمارت داری، میای میگی کدوما کوتاه مدت منن. حالا میتونی مشخص کنی موقتی ان یا بنیادی ان، کدوما قایی ان، کدوما مادام العمرن. پس اولین کار وقتی هدفهای اسمارتت مشخص شد، می اولویت بندی. دومین کار یک اکشن پلن پیاده میکنیم. اگر بلد نیستی چجوری اکشن پلن داشته باشی، پادکست پرسونال دیولپمنت پلن ما رو میری توی کست باکس گوش میدی، به صورت کاملا رایگان بهت یاد دادم چجوری اکشن پلن کار بکنی. اگرم نتونستی تو کست باکس پیدا بکنی، بیا تو کانال تلگراممون که آخر مینی دوره آیدی کانال رو براتون میذارم. پس برای ایجاد اکشن پلن یا روش هایی که از قبل بلدی و جواب داده و تونستی اجرایی بکنی برای اجرایی، اگرم نه یه روش حرفه‌ای و بروز برات گذاشتم توی پادکستمون توی کست باکس که میری گوش میدی. سومین کار که مهمترین کاره، تعهد میدی. یه برگه برمیداری، مینویسی، امضا میکنی که اون کار رو انجام بدی. اگر انقدر سلف دیسیپلین نداری که خودت رو متعهد کنی و برای خودت پاداش و تنبیه بذاری که اگر انجام ندادم این کار رو انجام نمیدم و یا این تنبیه هم میشه، از یکی کمک میگیری، از صمیمیترین رفیقت یا یکی از اعضای خانواده کمک میگیری که تو رو توی انجام تعهدت کمک. و چهارمین کار، میای بررسی میکنی و بعد اصلاح میکنی. چجوری بررسی میکنی؟ قرار شد روش اسمارتمون قابل اندازه‌گیری باشه دیگه. متر و معیارتو در میاری و شروع میکنی به اندازه‌گیری کردن. چقدر رسیدم، کجاها رو اشتباه رفتم و باید چی کار بکنم. و چرخه 2 تا 3 و 3 تا 4 مداوم باید تکرار بشه. بچه‌ها این روشی که برات گذاشتم الهام گرفته از چرخه پروفسور دمینگه که تونست یک کشور رو یعنی ژاپن رو متحول بکنه. پس میتونی با این کار خودت رو به جایگاهی برسونی که علاقه‌مندی. خب خیلی خوشحالم که تا پایان دوره با ما بودید. امیدوارم که تک تک کارهایی رو که گفتیم و انجام بدی و نتیجه فوق‌العاده بگیری و هدف گذاری درست درمون داشته باشی. تو این مسیر اگر خواستی ارتباط بیشتری داشته باشی، از راههایی که براتون گذاشتم توی لینکدین، اینستاگرام یا تلگرام با ما در ارتباط باش. سوالاتت رو راجع به مینی دوره ازمون بپرس، نظراتت رو بگو تا بتونیم با همدیگه توی مسیر رشد حرکت باشیم. خوب باشید، خوب بمونید. خداحافظ.